سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد هستم و با پنجمین جلسه برنامه‌نویسی پایتون در خدمت شما هستم. توی این جلسه میخوایم در مورد یه دیتا تایپ دیگه صحبت کنیم. توی جلسه گذشته در مورد 4 تا دیتا تایپی که خیلی مورد استفاده قرار میگیره، یعنی string، integer، float و boolean صحبت کردیم. توی این جلسه میخوایم در مورد یه دیتا تایپ دیگه صحبت بکنیم که نیاز بودش که حتما به صورت جدا یک جلسه در مورد خودش صحبت بکنیم و من توی جلسه گذشته در موردش صحبت نکردم و اون هم لیست ها هستن. خیلی از اوقات پیش میاد که ما میخوایم که یک لیستی از اطلاعات رو نگه داریم. برای مثال فرض کنید که میخوایم یه لیستی از فیلم ها نگه داریم، یه لیستی از کتاب ها نگه داریم، یه لیستی از آبجکت ها نگه داریم. حالا در برنامه‌نویسی بخوایم صحبت بکنیم، یک لیستی از اعداد میخوایم نگه بداریم. برای اینکه این کارو بکنیم ما باید از لیست استفاده بکنیم. تو این جلسه بهتون میگم که چطوری این کارو انجام میدیم. بریم و شروع بکنیم. خب برای اینکه شروع بکنیم من یک فایل جدید میسازم، اسمش رو میذارم 204 lists.py. همونطور که تو جلسه گذشته وقتی که داشتیم در مورد تایپ ها صحبت میکردیم دیدیم برای اینکه یه متغیر ایجاد بکنم میتونم بگم book مساوی است با، برای مثال War and Peace کتاب جنگ و صلح. خب همونطور که دیدین من خیلی راحتی متغیر تعریف کردم، به راحتی هم میتونم مقدارش رو پرینت کنم و به کاربر نشون بدم. پایتون 3 206 lists. چرا 206 204 باید باشه؟ اجازه بدین رینیمش کنم، اشتباه کردم. خب بنابراین عوضش میکنم 204 و لیست. اگه برنامه رو اجرا بکنم الان اسم کتاب رو برای من چاپ میکنه. ولی اگه بخوام یک لیستی از کتابا داشته باشم باید چی کار بکنم؟ اگه بخوام یه لیستی از کتابا نگه دارم قطعا من میتونم چند تا متغیر تعریف بکنم. بوک 2 مثلا crime and punishment که جنایت و مکافات. اسم کتاب رو دارم، میتونم پرینتش بکنم بوک 2 الی آخر. ولی خب اگه بخوام این کار رو انجام بدم باید به تعداد کتاب هایی که دارم متغیر تعریف کنم و بعضی وقتا من نمیدونم چند تا کتاب دارم. بعضی وقتا لحظه‌ای که برنامه آغاز میشه من شاید هیچ کتابی توی لیستم نباشه و بخوام این تعداد این کتاب ها رو از کاربر بگیرم. بنابراین اصلا من نمیدونم که چند تا کتاب خواهم داشت که بخوام به ازای هر کدومشون یک متغیر ایجاد بکنم. یه موقعی هستش که من میخوام لیست کتابامو از یک جایی بیارم، مثلا فرض کنید یه دیتابیسی دارم یا اینکه یک فایلی دارم که لیست کتابام داخلش هست. بنابراین برای اینکه با لیست کار بکنیم و یک لیستی از هر آبجکتی در پایتون داشته باشیم لازم که بدونیم چجوری لیستا توی پایتون کار میکنن. این بحث لیست بحث بسیار مهمی هست که شما به شدت باهاش کار خواهید داشت در آینده هم. برای همین من تصمیم گرفتم که این رو جدا از در واقع اون تایپ ها و ویدیوی که در مورد دیتا تایپ بود در مورد صحبت بکنم. خب فرق لیست با بقیه انواع و اقسام دیتا تایپ ها اینه که خب همونطور که دیدیم مثلا برای که استرینگ داشته باشیم ما به راحتی میتونستیم بیایم و یک متغیر ایجاد بکنیم و مقدارش رو به صورت استرینگ بهش بدیم. اگه من بخوام اینتیجر تعریف کنم مثلا number of books میتونم به راحتی بگم که مثلا یک دونه کتاب دارم یا 2 تا کتاب دارم. همونطور که گفتم وقتی یک متغیر رو ایجاد میکنیم بر اساس اینکه این طرف مساوی چه عبارتی رو نوشتیم مشخص میشه که نوع این متغیر چیه. برای اینکه یک لیست تعریف بکنم دقیقاً قراره که این طرف مساوی یه شکل دیگه باشه که بهتون میگم چه شکلی هست. یک متغیر ایجاد میکنم اسمش رو بوکس، یعنی در واقع جمع کتاب ها، در واقع کتاب که میشه کتاب ها مساویه و اینجا به جای اینکه بخوام استرینگ بنویسم کروشه باز و کروشه بسته قرار میدم.
دقت بکنید، کروشه باز و کروشه بسته. این رو هم پاک میکنم. الان من یک متغیر ایجاد کردم به اسم بوکس از نوع لیست. این از نوع استرینگ بود، این از نوع انتیجر بود و این از نوع لیست. وقتی که دارم لیست رو میسازم ابتداعا لیست من خالیه، همونطور که میبینید الان چیزی داخلش نیست. خب چجوری میتونم موارد روش اضافه بکنم؟ توی این کیس من میخوام اسم کتاب ها رو اضافه بکنم. من این وار اند پیس رو اینجا کپی میکنم، میام اینجا پیست وار اند پیس. این اولین کتابی هستش که داخل لیست منه. چجوری بعدی رو اضافه کنم؟ کاما یا ویرگول قرار میدم، crime and punishment. کتاب بعدی رو میخوام بنویسم آنا کارنینا. کتاب بعدی رو میخوام بنویسم حالا هر کتابی که مد نظرتون هست. مثلا چه کتابی بگیم؟ کتاب اسمش رو مثلا بگیم Atomic Habits ها، برای مثال. خب این 4 تا رو من الان اضافه کردم. دیگه نیازی به این بوک ندارم چون دیگه استرینگ رو احتیاج ندارم. این نامبر بوک هم که همینجوری نوشتم که بیشتر آشنا بشین. الان من یک متغیر از جنس لیست دارم به اسم بوکس. اگر من این رو پرینت کنم و برنامه رو سیو کنم و اجرا کنم، ببینین که مقادیر رو برای من چاپ کرد و دقیقا همون شکلی که نوشتیم هم چاپ کرد. فقط اگه دقت کنید به جای دابل کوتیشن یه دونه کوتیشن گذاشته، 2 تا دیگه نیست. فرقی هم نمیکنه. تو جلسه اول گفتیم وقتی که استرینگ رو تعریف میکنیم مهم نیستش که به چه شکل بنویسیم، میتونیم هم از دابل کوتیشن استفاده بکنیم هم از سینگل کوتیشن. خب حالا چجوری میتونم از این بوکس هم استفاده بکنم؟ چجوری میتونم مقادیر داخلش رو دونه دونه بخونم یا بهش اضافه بکنم یا حذف بکنم؟ توی لیست وقتی که میخوام اطلاعات رو داخلش بنویسم، وقتی که متغیرش رو تعریف میکنم، همونطور که بهتون نشون دادم میتونم اینجا با کاما راحت بنویسم. اما اگر بخوام یک دونه از در واقع اطلاعات داخلش رو بخونم، باید چیکار بکنم؟ باید اندیس یا ایندکس هر کدوم از این آیتم ها رو داشته باشم. ایندکس یعنی چی؟ برای اینکه بیشتر آشنا بشین، ایندکس موضوع خیلی مهم در برنامه نویسیه. هر جایی که ما یک لیستی از دیتا داریم، مهم نیست چه زبون برنامه نویسی باشه، پایتون باشه، سی باشه، سی شارپ باشه، جاوا باشه، هر زبان برنامه‌نویسی که باشه، برای اینکه به مقادیری که داخل در واقع یک لیست هست دسترسی داشته باشم، باید ایندکسش رو داشته باشم. ایندکس چیه؟ ترتیبی هستش که این عبارات اومده، یعنی این اولیه، این دومیه، این سومیه، این چهارمیه. ولی نکته‌ای که در مورد این ایندکس وجود داره اینه که این مقادیر از یک شروع نمیشه. یعنی درسته که این اولی هست ولی از نظر کامپیوتر این صفرمین ایندکس هست. ایندکس در واقع یک عدد قبل از اون ترتیبی هستش که اطلاعات وارد شده. یعنی اینکه اگر این اولین هست پس ایندکسش چیه؟ صفره. اگر این دومی هست ایندکسش یکه. پس ما اولی رو اگر بخوایم بگیریم باید به ایندکس صفر اشاره بکنیم. این نکته خیلی نکته مهمی هست. از اینجا بعدم خیلی باش کار خواهیم داشت. بنابراین مهمه که حتما موضوع ایندکس یا به فارسی اندیس رو یاد بگیریم. خب من اگر بخوام اولین عبارت داخل لیست رو چاپ بکنم، کافیه که بنویسم بوکس کروشه باد و اندیسش رو بنویسم صفر. این در واقع اشاره میکنه به اولین آیتمی که داخل این لیست هست. توی این لیست ما وار اند پیس اولین آیتمی هستش که وجود داره. پس بنابراین اگر من سیو کنم و برنامه اجرا کنم، وار اند پیس رو به من برمیگردونه.
مسلما اگر من اولی رو چاپ کنم، در واقع ایندکس 1 رو چاپ کنم، در واقع کرایم اند پانیشمنت رو برای من برمیگردونه. دومی رو چاپ کنم بعدی و الی آخر. ولی یه نکته‌ای وجود داره. الان توی این لیستی که من ایجاد کردم 4 تا گزینه وجود داره. اما اگر بخوام بخوام به ایندکس 4 یعنی 5مین موردی که داخل اینجا هست اشاره کنم، چه اتفاقی میفته؟ قطعا الان ما هیچ مورد 5می نداریم. بنابراین اگر بنویسم ایندکس 4 قطعا باید از اون به من خطا بده. بذاریم برنامه رو اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. دقیقاً به من خطا داد، چون توی این لیست من 5 تا گزینه وجود نداره که ایندکس 4 در واقع بهش اشاره کنه. و حتی اروری رو هم که به من، یا خطایی رو هم که به من داده، دقت کنید، ایندکس ارور list index out of range. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما دارین به عددی اشاره یا ایندکسی اشاره میکنید که از رنج این لیست خارج شده، دیگه داخل این لیست نیست. به همین ترتیب من میتونم لیست ها رو داشته باشم. ولی خاصیت خوب لیست اینه که علاوه بر اینکه این قابلیت رو به ما میده که ما لیستی از موارد رو داخلش نگهداری کنیم، به ما این اجازه رو میده که بتونیم حتی به این لیست اضافه هم بکنیم یا کم بکنیم یا در واقع تغییرشون بدیم. برای اینکه به لیست برای اینکه بیشتر در موردش بدونیم، اجازه بدین اول با تغییر شروع بکنیم. خب برای اینکه تغییر رو من توضیح بدم، اجازه میخوام که اول این رو برگردونم به 0 که اولین گزینه رو به من برگردونه. بعدش بیام یه متغیر اینجا ایجاد بکنم به اسم A و این رو قرار بدم به تست. یه دونه متغیر ساختم از جنس string که مقدارش تسته. اگر من بخوام این رو پرینت بگیرم، الان برای من تست رو برمیگردونه. ابتدا وار اند پیس رو برمیگردونه به خاطر اینکه اول این رو پرینت کردم و بعد تست رو برمیگردونه. برنامه رو اجرا میکنم، همونطور که میبینید دقیقا اون چیزی که من میخواستم برگردوند. اگر بخوام مقدار این رو عوض بکنم بعد از پرینت، باید بگم آ مساوی است با something else، یه چیز دیگه. و اگر دوباره پرینت بکنم آ رو، این دفعه احتمالاً مقدار عوض شدهش رو خواهم دید. همونطور که میبینین درسته که من توی خط 5 و توی خط 7 هر دو آ رو چاپ کردم، ولی چون مقدارش رو تغییر دادم چیزهای متفاوت رو برای من اینجا چاپ کرد در خروجی برنامه. خب بنابراین اگر من بخوام توی یه لیست رو هم تغییر بدم، باید اول اون آیتم داخل لیستم رو پیدا بکنم و بعد مقدارش رو تغییر بدم. من اینا رو پاک میکنم چون فقط برای توضیح نوشتم. الان بوکس 0 یعنی اولین گزینه داخل لیست بوکس هم وار اند پیسه. من میخوام این رو تغییرش بدم به مثلا عبارت کتاب یه کتاب برنامه نویسی، این دفعه بگیم کتاب کلین کود. خب برای اینکه این کارو بکنم میام متغیر بوکس که همون لیست منه، اندیس اولش رو تغییر میدم. دقیقاً انگار که دارم یک متغیر رو تغییر میدم. اندیس اولش قراره بشه چی؟ کلین کود، همونطور که با هم صحبت کردیم. این رو تغییر میدم و دوباره بوکس 0 رو پرینت میکنم. وقتی که برنامه رو اجرا بکنم میبینین که اول بوکس 0 به من وار اند پیس رو برگردوند، ولی بعد از اینکه تغییر شدن بوکس 0 به من کلین کود رو برگردوند. برای اینکه حتی قشنگتر بهتون نشون بدم، به جای اینکه بیام اندیس یا ایندکس اول رو پرینت کنم، میام کل لیست رو پرینت میکنم. دقت کنید بعد از اینکه مقدار رو تغییر دادیم کلا لیست من عوض شده و دیگه خبری از وار اند پیس در لیست دوم
نیست. خب خیلی جالب بود. ما الان یکی از مقادیر رو تغییر دادیم. مثل خوندن از یک لیست، اگر من اینجا مقدار 4 رو قرار بدم به من خطا خواهد گرفت و خواهد گفت که ایندکسی برای 4 وجود نداره. بنابراین حتما لازمه که وقتی که داریم مقدار یک آیتم در یک لیست رو تغییر میدیم به این توجه کنیم که ایندکسش درست باشه. خب حالا من میخوام این وارمپیسی رو که از توی این لیست حذف کردم رو به این لیست اضافه بکنم. برای اینکه این کار رو انجام بدم می‌نویسم books dot یا نقطه و یک سری فانکشن برای من میاره. یک سری فانکشن هست. اولین فانکشن append هست. append یعنی در واقع افزودن به یک چیزی که قبلا وجود داره، یعنی ضمیمه کردن انگار، یعنی اینکه به اون لیستمون یک چیزی رو اضافه کنیم. append میکنم و الان برای من میگه که یک آبجکت به من بده. من میگم war and peace و دوباره میام بوکامو پرینت میکنم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. برنامه رو اجرا میکنم. بتونین اول کلیر کنم. وقتی که دستور کلیر رو وقتی تایپ کنین هر چی که توی ترمینالتون باشه پاک میشه و دوباره برنامه ما اجرا میکنم. دقت کنین ما وارن پیس رو اول داشتیم، بعد تغییرش دادیم به کلین کد و بعد اضافه کردیم به لیستمون. الان لیست من دیگه 5 تا کتاب داخلش هست، نه 4 تا. این خیلی قابلیت مهمیه، چرا که به من اجازه میده که اندازه ی لیستم رو تغییر بدم که این خیلی مهمه. یه دستوری که بسیار مهمه و توی پایتون هم خیلی کاربردیه و جزو کیورد ها و در واقع اون کلمات کلیدی در واقع پایتون هست، یه دستوری هستش که خیلی به درد میخوره، مخصوصا وقتی که داریم از لیست ها استفاده میکنیم. دستوری هست به اسم len دستوریه که به ما اندازه یک لیست رو میده. به ما میگه که چند تا آیتم داخل این لیست وجود داره. برای مثال اگر من توی این خط لاین 3، یعنی زمانی که لیستم 4 تا کتاب داره، اندازه کتابا رو چاپ کنم، ببینید به این شکل استفاده میشه. یک فانکشن هست مثل پرینت، یک فانکشنه، هیچ فرقی نمیکنه، ولی مقدارهایی که میتونین بهش پاس بدین محدوده. یعنی مثل پرینت نیست که هر چیزی رو که بخواین بتونین بهش بدین و براتون چاپ کنه. حتما باید یا لیست باشه یا استرینگ باشه یا حالا مقادیر دیگه که بعدا در مورد صحبت میکنیم باشه. ولی مثلا نمیتونه که عدد باشه. شما نمیتونین عدد 10 رو به لن بدین و بگین اندازش رو به من بده. خب اگر من لن بوکس رو چاپ بکنم و برنامه رو یک بار دیگه اجرا بکنم، میبینین که عدد 4 رو برای من برمیگردونه. یعنی 4 تا آیتم داخل این لیست من وجود داره. ولی اینکه بعد از append این کارو بکنم، print len books و برنامه رو یک بار دیگه اجرا کنم، میبینیم که 5 تا آیتم داخلش وجود. این لن خیلی کاربردیه. ما تو ویدیوهای بعدی هم در موردش خیلی بیشتر صحبت میکنیم. این ساده ترین نوع استفاده از لیست بود. توی ویدیوهای بعدی خیلی بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم که چجوری با لیست ها کار بکنیم و خیلی خیلی استفاده های مهمتری ازش بکنیم. لیست یه موضوع بسیار مهمه توی پایتون. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه سوالی در مورد لیست ها یا کلا در مورد زبان بررسی پایتون داشتین، لطفاً برامون کامنت بذارین و من سعی میکنم در صورتی که توی این ویدیوها در رابطه اون مسئله شما یا سوال شما صحبت نکرده باشم، یه ویدیوی خاص برای این موضوع بسازم که احتمالاً مشکلات بقیه آدم ها هم حل بشه. خیلی ممنون و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.